ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 23. محمد بزرگترین مرد جهان و پیامبر دین برحق. روزگاری چوپانی برای محمد بر این یک جوانی با تفکر و عاقل چندان مناسب نبود و از آن سودی زیاد حاصل نمی گشت. عمکش ابو طالب دیرتر او را به صفت تاجری کرایه به 4 اشترباری خدیچه نام بیوزنی ثروتمند وابسته کرده همراه کاروانی تاجران به سوی شام سوریه فرستاد. مؤلف زندگانی محمد می نگارد که خدیچه دختری خویلید بیوزنی 40 ساله تجارت پیشه و ثروتمندی بوده، یکی از سرمایه‌دارانی با نفوذترین شهر مکه به شمار می رفت و مال و کالای افزونش را با مدد پدر دیگر شخصانی مورد اعتماد و تاجران کرایه اداره می کرد. او 2 بار شوهر کرده و از آنها سرمایه نصیبش گشته بود. بارها خواستگاری بزرگان قریش را رد می کرد و می پنداشت ایشان به مال و ثروتش دل بستند. کاروانی تاجرانی که محمد همراه آنها بود از جاده سوی شام می رفت که پیامبر در آوان 12 سالگی آن را پیموده بود. در این سفر تجارتی محمد از غایت زیرکی و کاردانی سودی مناسبی دیده ستایشی با امانت و راست کردار بودنش به خدیچه رسید و دیری نگذشته با میان روی نفیسه نام زنی خیرخواهی محمد با خدیچه در سن 25 سالگی ازدواج نمود. محمد بعد ازدواج با خدیچه به دایره توانگران و صاحب ثروتان مکه منصوب گشته احترام او در میان خاص و عام می افزود. پیامبر انسان کامل و نیک سیریشت بوده، ثبات عزم و نیروی اراده و روح توانا داشت. با مرور رفتن عمر تفکر و تحمل به اندیشه های بردوام یارش می گشت و از قضا خوابهای راستین می دید. او بیشتر بر ریاضت و عبادت مشغول شده از نیایش خداوند روحش می آسود و وجودش راحت می کرد. دوری جستن از غوغای زندگی، رو آوردن به صبر و قناعت و گوشه‌نشینی و عزلت پسندی به خلقش راه می یافت. از این رو او هر سال از روی آیین مردم قریش به غار کوه حرا 2 فرسخ دور از مکه رفته به عبادت و ریاضت می نشست. او اندرین غار خلوت روحش را پرواز می بخشید، اسرار حقیقت را می جست و از کردار ازل حیران می ماند و اختیار به اندیشه و تفکر داده رفتن روز و شب را احساس نمی کرد. چون به دامان 40 سالگی رسید، در شب قدر ماه رمضان سال 610 هنگامی که در غار حرا خوابیده بود، جبرائیل با امر خدا خود را به وی نمود و پیش آمده گفت: درود بر تو ای محمد،
ای پیغمبری خدای. محمد بی‌ترسید و بر پای برخاست و پنداشت که دیوانه شد. جبرائیل او را گفت مترس که تو پیغمبری خدای جل جلاله و من جبرائیلم، فرشته خدایی. و جبرائیل او را به خواندن وحی امر نمود که با نام سوره علق خونلخته در غار حرای مکه نازل شده است. بخوان به نام پروردگار خود که آفرید، آدمی را از خونی بسته بیافرید. بخوان و پروردگاری تو بزرگوار است، آنکه به قلم علم آموخت، آدمی را آنچه نمی‌دانست آموخت. نازل شدن وحی و ظهور جبرائیل را به پیامبر اسلام شناسی معروف آلمانی اوگوست میولر در کتاب پرمحتوایش تاریخ اسلام قریب در هم آهنگی با تاریخ طبری نگاشته می افزاید که بعد بازگشتن از غار حرا او را ترس و هراس و بیم عظیم فرا گرفت و از غایت اضطراب و حالت چون تبلرزه از خدیجه خواهش نمود که بالایش را پوشاند. پس از فرصت با جامه پیچیده خوابیدن احساس نمود که همان بانگ آشنا به گوشش می رسد و لحظه نگذشته سوره مدثر 74 آیه های 1-4 برایش نازل گشت و پیامبر جامه را از سر افکنده به حقیقت اسلام و وحی خداوند ایمان آورد. اینک اصلی سوره مدثر جامه در سر کشیده از کتاب مقدس قرآن. به نام خدای بخشاینده مهربان. ای جامه در سر کشیده، برخیز و بیم ده و پروردگارت را تکبیر گوی و جامعت را پاکیزه دار و از پلیدی دوری گزین. واقعاً کتاب صحیح امام اسماعیل بخاری که در عالم اسلام بعد قرآن صحیح ترین دستور است، سؤال صحابگان پیامبر و پاسخ حضرت را آید به چگونه رسیدن وحی چنین می آرد. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم گفت گاها به گوش من صدای مثل آوازی زنگوله می آید و آن سخت‌ترین وحی است و هنگامی قطع می گردد که من آنچه را که گفته می شود فهمیده باشم. گاها فرشته به گونه مرد نمودار شده با من سخن می گوید و من آنچه را که می گوید می فهمم. عایشه رضی الله عنه گفت براستی من او را در روزی سرمایی سخت دیدم که به او وحی نازل می شد و در مورد قطع گردیدنش پیشانی او عرقشار بود. اولین کسی که بعد محمد اسلام آورد و از پسی پیامبر نماز گزارید همسرش خدیجه بود. روزی آنها نماز می گزاریدند که علی ابن ابو طالب که در خانه پیامبر میزیست
هنگام ادای سجود به حضورشان درآمد. از این کاری آنها در حیرت مانده پرسید: یا محمد، کی را سجده می کنی؟ پیامبر پاسخ داد که به خدای سجده می آرم که مرا پیغامبرش خوانده و فرموده که مردم را به پرستیش او خوانم. اگر تو هم به دین ما بگروی، از گناه کافری برهی. سپس محمد آیات نازل شده قرآن را برایش خواند. علی مفتون آیات شده رخصت خواست که با پدرش مشورت نماید. پیامبر او را تأکید کرد که سجودشان را پنهان دارد و غیر ابو طالب به کسی نگوید. و علی از آستان سرای بازگشت و گفت: یا محمد، خدای عز و جل مرا بی مشورت ابو طالب آفرید. مرا نیز برای پذیرفتن دین خدای و پرستیش او نیاز به ابو طالب نیست. سپس رسالت پیغمبری و دعوت محمد آشکار شد و او به اندیشه افتاد که این راز را پیش کی گشاید تا نگوید این مرد دیوانه شده است. عاقبت او از میان اهل قریش دوستی صادقش ابوبکر ابن ابو قحافه را انتخاب نمود که مردی بود بزرگوار، تجارت پیشه و با امانت، زیرک و عاقل، پاکتینت و پسندیده مردم و پیر و جوان برو گرد آمدندی و سخن او بشنیدندی و از وی رأی ها پرسیدندی. محمد راز پیامبری خود را به ابوبکر گشاد و دین به او عرضه کرد. ابوبکر بدون تشویق دعوت پیامبر را پذیرفت و به اسلام ایمان آورد. و از پس ابوبکر اول زید حریثه، سپس بلال و حمامه یگان یگان مسلمان می شدند. ابوبکر نیز قصه اسلام آوردن خود را به کسانی مورد اعتمادش می کشاد و به تشویق او عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه ابن عبیدالله، سعد ابن وقاص و زبید ابن عوام به اسلام گرویدند و بعد مدت شماره آنها به 39 تن رسید که دین خیش نهان می داشتند و نماز را پنهان می گزاریدند. آوازه دین محمد و رسالت پیامبریش در میان مردم مکه پهن می شد و نفوذ خدایان سابقه هبل، لات، عزا، نائله و دیگر بت و صنم‌های کعبه می کاهید. عاقبت مشرکان قریش و قبایل دیگر بر پیامبر شوریدند و اشرافان مکه با هدایت ابو سفیان به نزد ابو طالب که هنوز اسلام نآورده بود شتافتند و چنین دادخواهی نمودند: برادرزاده تو از خدایان ما بد می گوید، از دین ما عیب جویی می کند و به اهل ما می خندد و پدران ما را گمراه می شمارد. با او بگوی که از ما دست بردارد و یا او را به ما واگذار. تو نیز مثل ما با او موافق نیستی و ما حساب خود را با او یکسره خواهیم کرد. خلاصه کلام بعد چندین هنگامه های تیز و تند، تحقیر و آزار و بدرفتاری های مشرکان قریش و تهدید به جان پیروان اسلام،
گروهی از مسلمانان به حبشیه مهاجرت کردند، ولی پیامبر با پشتیبانی خاندان بنی هاشم و عمکش ابو طالب مهتری قبیله قریش از قصد بدخواهان در امان بود. از قضای تقدیر از دوران نبوت محمد 9 سال گذشته بود که عمک 80 سالش ابو طالب در ابتدای ماه ذوالقعده نیمه اولی ماه ایولی سال 619 از جهان گذشت. از میان 1 ماه پسی سرگشته همسرش خدیجه وفات کرد و پیامبر اسلام در سیمای آنها از 2 پشتیبان و حامی با وفایش محروم شد. به قول اوگوست میولر و دیگر اسلام شناسان، خدیجه در سن 65 سالگی فوتید و او را از مشورتها و مهربانی‌های غمخوارانش بی نصیب نمود. بعد مرگ ابو طالب بدخواهان محمد افزوده مشرکان به آزار او دست می زدند و حال پیروانش را تنگ کرده سویشان سنگ می انداختند. ولی پیامبر مردم مکه را به پرستش خدای یک و یگانه دعوت می کرد. جهتهای اخلاقی و اجتماعی تعلیمات اسلام، برابری و برادری، انصاف و عدالت و خیر و احسان را تلقین می نمود و آنها را از نیایش هبل و دیگر بت و صنمها بازداشتن می خواست. آزار قریشیان تا رفت اوج گرفته، پیامبر را وادار نمود که رو به طایف آورده اشرافانش را به اسلام خواند و از آنها مدد جوید. طایف در فاصله 3 روزه راه از مکه واقع بود و اهل مکه به این شهر قرابت و رفت و آ داشتند. پیامبر 26 شوال مطابق به 15 ایون سال 619 نهانی به طایف آمد و از مهتران آن 3 برادر حبیب، مسعود و امیر فرزندان عمیر از قبیله بنی ثقیف درخواست نمود که او را بپذیرند، از آزار اهل قریش پناه دهند و اسلام آورند. 3 برادر این تقاضا را نپذیرفتند تا به سرزنش و خصومت اهل قریش گرفتار نشوند و جوانان جاهل را بر پیامبر برانگیختند که این دیوانه قریش را بیرون کنید تا امشب اندر حد طایف نماند. آن جوانان برو شتاب همی کردند و بزدندش و سنگ انداختند و بر شتالنگ بزدند و خون از وی روان شد. پیغامبر بشتافت و از حد طایف بیرون آمد پیاده و رانده و غمگین و گرسنه و تشنه و خونالود شده. مشرکان قریش از رفتن پیامبر به طایف آگاه شده با سروری ابو جهل عزم نمودند که او را به مکه راه ندهند. محمد از قصد مشرکان آگاه شده ناچار رو به غار حرا آورد تا پشت و پناه یافته سپس وارد مکه گردد. عاقبت مطعم ابن عدی سروری قبیله بنی نوفل او را زنهار داد و به پناهش گرفت. پیامبر با حمایت و پشتیبانی مردان این قبیله 23 ذوالقعده مطابق به 12 ایولی سال 619 به کعبه آمده نماز گزارید و از دعوت خیش
دست بر نداشت و برای افزودن نفوذ خیش به اتحاد پیروانش عایشه دختری ابوبکر را خواستگاری کرد. خبری پیامبری اسلام به تمامی کشورهای عربستان پهن شده در شهری پرفیض و سرسبزی وادی حجاز یثریب که 350 کیلومتر در عرض شمالی مکه واقع بود سر و صدای انگیخت. ساکنان یثریب اساساً قبیله های اوس و خزرج باشند هم در این شهر طایفه های عرب تبار یهودی یا انیخترش عرب های یهودی مذهبی بنی قینوقه، بنی قریظه، بنی نذیر میزیستند. در بین این قبیله ها اتحاد و سازش نبود و پیروان مذهب یهودی مطابق کتاب های مقدسشان از پدید آمدن پیامبری نو و افزودن نفوذ خیش در قلمرو حجاز حدس می زدند و دیگر قبایل عرب را بیم می دادند. گروهی از قبیله های اوس و خزرج که در اصل بت پرست بودند هنگام زیارت کعبه به پیامبری اسلام دچار آمدند. وقتی محمد با این گروه سخن گفت و به سوی خدا دعوتشان کرد به یکدیگر نگریستند و گفتند به خدا این پیغامبری است که یهود میگویند نگذارید آنها زودتر از شما بدو بگروند. همین طریق بعد 1 سال این واخوری هنگام فرارسیدن زیارت کعبه 12 نفر نماینده از جانب قبیله های اوس و خزرج شهر یثریب به مکه آمده با پیامبر در عقبه ملاقات کردند و پیمان بستند که چیزی را با خدا انباز نسازند، دزدی و زینا نکنند و فرزندان خیش نکشند، بهتان و افترا نزنند و در کارهای پسندیده و روا فرمان پیغامبر را ببرند. اگر به پیمان خود وفا کردند سزای آنها بهشت باشد وگرنه کارشان با خداست. اگر بخواهد عذاب کند، اگر خواهد ببخشد. بعد این پیمان که با نام پیمان اول شهرت دارد، پیروان محمد در یثریب افزوده دین اسلام روز تا روز بیشتر انتشار می‌یافت و سالی از میان گذشته بود که بیش از 70 نفر پیروان اسلام سال 622 از یثریب به طواف کعبه آمدند که با پیغامبر صلوات الله علیه گرد آیند بر عقبه و با او بیعت کنند و او را به مدینه برند. بعد ملاقات با پیامبر که چون پیشتره در عقبه صورت گرفت، در حضور عمکی محمد عباس ابن عبدالمطلب پیمان بستند و سوگند خوردند که خون و خواسته خیش از برای خدای تعالی داریم و از آن پیغامبرش و خدای عزوجل را نخست به خود گواه کردیم و پس تو را که عمی پیغمبری. پیامبر بعد این پیمان از آنها خواهش نمود که بر گواهی خود از بینشان نقیبان را نامزد کنند. آنها از میان 70 تن 12 مرد را نامزد کردند که 9 تن از طایفه خزرج بود و 3 تن از اوس و همه مهتران ایشان بودند. و دیگر باره سوگند خوردند که همه مردمی شهر یثریب
فرمانی پیامبر برند. پیامبر از پیمانی آنها شاد شد و از انتخابی 12 نقیب فالی نیک برداشت. عددی این نقیبان و مهتران که این پذیرفتاری کردند 12 تنند و عددی حواریان عیسی 12 تن بودند که خدای عزوجل دین عیسی را بدیشان آشکار کرد و در همه جهان بیپراکند. با همین پیمان پیامبر به پیروان خود دستور داد که سوی یثریب مهاجرت نمایند. پیروان اسلام از مکه به یثریب با دسته‌های چند نفری رهسپار می گشتند تا قبیله قریش از مهاجرت آنها آگاه نگردد. عاقبت محمد با همراهی ابوبکر صدیق 12 ماه ربیع الاول مطابق به 14 سپتامبر سال 622 به قبا رسید که در فاصله 2 فرسخ از یثریب واقع است و مسلمانان یثریب پیامبر را چند روز باز انتظاری می کشیدند. محمد با ابوبکر در قبا 4 روز مانده اولین کاری که کرد اساسی مسجد قبا را بریخت. چنان که در بالا گفتیم مادری پیامبر آمینه از اهل قبیله خزرج بود. از این لحاظ او در ابتدا به نقیبان خیش از طایفه خزرج و اوس تکیه کرده آیین اسلام را در سراسر یثریب انتشار می‌داد. دیرتر شهر یثریب به شرف آمدن پیامبر اسلام نام مدینه النبی را گرفت و سال 622 میلادی یعنی تاریخی از مکه به یثریب هجرت کردن محمد ابتدای سالشماری مسلمانی پذیرفته شد. به قول طبری پس اندر سال هجرت پیغمبر صلوات الله علیه بفرمود تا آن را سال تاریخ بنهند. همین طریق در زندگانی محمد نه تنها تاریخ گذاری نو به حکم رسمیت درآمد، بلکه دوران نوی زندگی، دوران افزودن نفوذ سیاسی و اجتماعی دین اسلام و چون پیشوای واقعی مسلمانان و سیاستمداری دوراندیش ظهور کردن او شروع گردید. محمد قبل از همه در مدینه النبی یثریب میان مهاجران یعنی مسلمانانی از مکه آمده و انصار یعنی مسلمانان یثریب انیخترش گروه از مردمان یثریب که در آن هنگام به مهاجران کمک کردند طرح دوستی و برادرخواندگی را به راه انداخته کلی مسلمانان را از همه قوم و قبیله های عرب برادر و برابر اعلان کرد. سیاست برابری و حکم برادرخواندگی اهل اسلام هماوازی و استقبال مردم مدینه را از پیامبر اسلام افزوده باعث وحدت و اتحاد مسلمانان به خصوص مردم عادی در اطراف محمد گردید. شما گفتار 23 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.